وزارت تندرستی تاجیکستان شام 14 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز گذشته در کشور یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت نشده است و در عین زمان در این مدت با 3 بیمار از کرونا ویروس شفا یافته کسی نففتیده است. وزارت اینک 2 روز آخر پی هم از آشکار نشدن حالتهای نو کرونا ویروس در تاجیکستان حسابات می‌دهد. بنا به آمار رسمی در مجموع از آغاز بقیه‌گیری پاندمی تا شام 14 سپتامبر در تاجیکستان 17084 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16956 شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه بر اثر این بیماری فوتیدند. از آمار رسمی وزارت تندرستی برمی آید که تا شام 14 سپتامبر در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان همگی 4 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. یک روز قبل وزارت از این آمار خوشحال کننده دفاع کرده و گفت چند عامل از جمله غمخواری های حکومت و وسعت یافتن معرکه واکسینه زنی مردم سبب شده است که حالت های نو سرایت به کرونا ویروس به 0 برابر شده. موج اخیر این بیماری در تاجیکستان تقریبا به نیستی برسد. وزارت گفت تا امروز 2,168,000 یا 37.2% از جمع 5.8 میلیون نفر اهالی کلانسال تاجیکستان دست کم یک وعده واکسین ضد کرونا ویروس را گرفته. 1,278,000 نفر هر دو وعده واکسینه را گرفتند. بنا به اطلاع این نهاد در دوشنبه که معرکه واکسینه زنی خوبتر به راه مانده شده است، اخیراً حالت نو کرونا ویروس 29 آگوست ثبت شده بود و در پایتخت تاجیکستان الکی همه بیمارستان هایی که برای طبابت بیماران کرونا ویروس مخصوص گردانیده شده بودند به فعالیت مقرری برگشتند. معتقدان به آمار رسمی وزارت تندرستی در بابت کرونا ویروس با نظر شبهه نگاه میکنند و بر اینند که وزارت به دلیل های نورافشان دیگرباره سیاست پنهان کردن واقعیت ها در مورد وضعیت پنهشوی کرونا ویروس پیش گرفته است.